الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بیان امور مصلحه رعایا، الله سبحانه و تعالی بیان امر مصلح را می فرماید. اون نماز هست. نماز را هم باید در حال بیداری و هوشیاری و دانایی خواند. در حالی که نشو و مست و بیهوش باشید به نزدیک نماز نرید. این نمازی نیست. شرب خمر حلال بود. در آیه ما قبل خواندیم که در آن منافی هست لیکن مضرتش خیلی زیاده. بسیاری انسانها اون موقع شراب را ترک کردن. وقتی این آیه نازل شد که موقع نماز هم شراب حرام شد، الله سبحانه و تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة. مؤمنین شما به نزدیک نماز نرید در حالی که نشه باشید، سکر داشته باشید. یعنی در موقع نماز مسکر استعمال نکنید تا که بدانید آنچه را میگویید. و همچنین نزدیک نماز نرید در حالی که شما جنوبید، مگر عابر سبیلی حتی تغتسلوا حتی تعلموا ولا جنوبا، در حال جنوبی حتی که غسل کنید، الا عابر سبیلی، مگر شما عبور کننده راه باشید. پس اینجا مراد از صلات موضع صلات. اگر دیگر راه نیست شما مجبورید که از همین راه بگذرید، خب در حال جنوب میتونید بگذرید. مگر اگر کسی در مسجد خوابیده یا سر راه او مسجده و دیگر راهی ندارد بگذرد، جنوب شد، لحاظا تیمم بکنه و بگذره. یا مراد از عبور کننده راهی یا مسافری. حالا مسافر آب ندارد، لحاظا عابر سبیله. تشریح کرد بودید یا علی سفرین بودید یا آمدی که از شما از غائط، یعنی آنکه ناقض وضو است، قضای حاجت غائط زمین پست را میگن، گود را میگن و مراد از چون برای بول و براز به جاهای پست و پایین میرفتن زمانی که انتظام دستشویی این چیزها نبود. یا آمدی که از شما از قضای حاجت که ناقض وضوء، او لامستم النساء، یا شما لمس کردید زنان را، مراد نزدیکی با زنان که ناقض غسل هست، آنکه غسل را میشکنه، یعنی انسان ضرورت به غسل پیدا میکنه. این لامستم حضرت امام شافعی میگه اگر کسی همینطور دست زد زنش را هم وزش میشکنه، لیکن احناف لامستم به معنای جامعتم میکنه، کنایه از نزدیکیه. فلم تجدوا ماء، پس شما آب نیافتید برای غسل و وضو، تو لحاظا اجازه تیمم هست. فتیمموا سعیدا طیبا، تیمم به معنی کسب، پس اراده و کسب خاک پاک کنید. سعید معنی خاک، طیبا یعنی پاک، یعنی خاکی که انسان تیمم میکند باید هیچ زمانی ملوث نشده باشه. خب طریقه تیمم مس کنید، به چهره هایتون یک ضربه میزنید، چهره را مس کنید. و ایدیکم با ضربه دیگر که احناف میگن ضربه دیگر دستها را مس کنید. ان الله کان عفوا غفورا، الله تعالی بخشنده و مهربان است. از این خاطر دستور حکم آسان میده، دستور آسان صادر میکنه که اگر آب ندیدید و نداشتید، چه جنوب بودید و چه بے وضو بودید، تیمم کنید، چون الله تعالی بخشنده است و مهربانه.
بله شما دست به خاک میزنید و اگر به خاک را میمالید الله تعالی شما را پاک میکنه. کارهای الهی بهانه میخواهند، بهانه میخواهند. اگر کسی اعتراضی بکنه این با عقلشه، از شما اشاره‌ای و از خدای عزوجل تطهیر. خاک هم چنان برندگی و طهارت دارد که آب شاید این را نداشته باشه، لیکن اگر خدا میگو بمالید و بمالید تا که تمیز بشید، مثل کاسه یا چیزی را آلوده از انسان به خاک میماله پاک میشه. لیکن الله تعالی برای سهولت گفته فقط 2 ضربه، این 2 ضربه در حد مس باشه، مالش نیست. این هم از آنجا که عفو و غفورا هست، بسیار عفو کننده و بخشنده هست، به این خاطر دستور آسان عنایت می‌فرماید. حالا از اینجا زجر بر منافقین هست، منافقهایی که خود را به لباس مسلمان مطرح می‌کردند و خیانت می‌کردند. الله تعالی زجرشون می‌کنه. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، شما توجه نمی‌فرمایید به طرف کسانی که داده شدند یک سهمی از کتاب، نصیبی از کتاب. با وجود این استبعاد اوله، کتاب دارند، سهمی از کتاب‌های آسمانی داده شدند، لیکن اینها چقدر خیانت میکنن. یشترون الضلالت، ضلالت را خرید میکنن، یعنی انتخاب ضلالت در برابر هدایت. با وجودی که کتاب هم دارن، مرض اول آنها ضلالت، اینها ضلالت را انتخاب میکنن در برابر هدایت. و مرض دوم آنها یریدون ان تضلوا السبیل، تصمیم دارند و اراده گمراهی شما را از جاده مستقیم هم دارند. چقدر استبعاد اول که کتاب دارند، لیکن آنها ضلالت را در برابر هدایت انتخاب میکنند و اراده گمراهی شما را از جاده مستقیم هم دارند. و یریدون ان تضلوا السبیل، اراده دارند که شما هم از جاده مستقیم گمراه بشید. این مرض دوم آنها که اضلال. تسلی برای مؤمنین هست. اگر شما دشمنان خود را نمیدانید و خبر ندارید، هیچ جای خطر و خوفی نیست. چرا؟ که والله اعلم باعدائکم، الله تعالی از دشمنان شما خبر دارد. شما اگر دشمنان خود را نمیدانید، خدا که میداند و خدا دوست شما از شما را خبر میکند. از این خاطر به مصالح شما او توجه میفرماید و شما را از شر آنها محفوظ نگاه میدارد. کفا بالله وکیلا، ولیا، کافی است الله تعالی برای کارسازی که کارسازی کند و برای شما چاره سازی کند، و کافی است الله تعالی برای نصرت و مدد شما. شما با خدا باشید، خدا شما را کفایت میکند، خدا شما را به صراط مستقیم هدایت میکند، چون که او کارساز شما هست و مددگار شما در برابر دشمنان. شما را نصرت میکند، کارهای شما را رو به راه میکند. شما با خدا باشید. خب اینهایی که کتاب داده شدند و با وجودی که صاحب کتابند، ضلالت را در برابر هدایت و آرزوی گمراهی شما را دارند، اینا چه کسانی هستند؟ الله تعالی بیان اوتو نصیب من الکتاب را میکند، میفرماد من الذین هادوا، اینهایی که ضلالت را در برابر هدایت انتخاب میکنند و طالب و آرزو و تمنای گمراهی شما را دارند، اینا از اونهایی هستند که یهودی هستند. اینها چرا خود را هادو میگفتند؟ یعنی ما از گوساله پرستی رجوع کردیم به خدا پرستی، از آنجا به خود این لقب را یا خود را به یهودا نسبت میدادن، فرزند بزرگ حضرت یعقوب علیه السلام. اینها از کسانی هستند که هادو هستند،
در حالی که یحرفون الکلمه عن مواضعه، این بیان یشترون دلاله، اینا چطور دلالت را انتخاب میکنن؟ در حالی که تحریف میکنن کلام الهی را از جایش. یحرفون الکلم، کلمات الهی را از جایش تحریف میکنن، تغییر میدن. این بیان یشترون دلاله لفظا یا مانن. و بیان یریدون ان تضلوا السبیل اینه و میگوین با زبان به لهجه به اصطلاح تحقیر و تعظیم که سمعنا، ما شنیدیم، ما حرفها را شنیدیم. تو معنی اینه، ببینید ما حرفها را شنیدیم یعنی قبول نداریم. شما میبینید یک انسان گاگایی که حرفی را که نپذیرد کسی حرف بزنه میگه بابا من شنیدم این حرفها، من این حرفها را شنیدم، یعنی این حرفهای شما قابل قبول نیستن. به همین خاطر سمعنا لهجه تحقیر به طرف لهجه تعظیم، ما شنیدیم و در قلب میگم که آنچه شنیدیم عصینا، نافرمانی هم کردیم. این رسم دنیا همینطوره. این از این کانال میخوان شما را گمراه کنن، یریدون ان تضلوا السبیل. با زبان میگن سمعنا و با قلب میگن عصینا، و با زبان میگن واسمع، بشنو. غیرش مسمع، مسمع اون حرفی که قابل ارزش و سماع نباشد، یعنی یک کلمه خیر هم نشنوی ای پیغمبر، همه غیر شنیدنی باشد، یعنی همه کلمات شر، بد، ناراحتی اینطوری بشنوی. این کلمه بددعایی. واسمع غیر مسمع، غیر آن کلمات شنیدنی، یعنی غیر مسموع باشد، یعنی قابل شنیدن نباشد شنیدنی های تو. ظاهرا معنیش اینه که شما بشنوید، خدا کند که غیر مسموع باشد، یعنی کلماتی باشند که در آنها خرابی نباشد. چون غیر مسمع دو جنبه دارد. یک جنبه غیر مسمع اینه که حرف بد نشنوید. یک مطلب غیر مسمع اینه که حرف خوب نشنوید. اینها ظاهرا این کلمه را میگفتن که شما بشنوید، خدا کند که حرف بدی نباشد، همه خوبی بشنوید. و یک مطلبش اینه که حرف خوب نشنوید، همه رنج و بلا و ناملائم. اینها کلمه میگفتن که زو جهته، دو جهت دارد. این خاطر و رائنا میگفتن، رائنا هم در حالی که لیم به السنتین، این یا از رعونت هست که قبلا تحقیقش خواندیم، یا از راعینا یعنی چوپان ما. و اگر از باب راعی مراعات باشد معنی خوبی داره، مراعات ما را بفرمون. لیکن در حالی که این وسمع غیر مسمع یا رائنا را می گفتن یا از سمعنا را می گفتن، لیم به السنتهم، این لین حال از ضمیر یحرفون، تحریف می کردن کلمات الهی را از جایگاهش، و با زبان می گفتن سمعنا و با قلب می گفتن عصینا. سمعنا ما شنیدیم، یعنی این شنیدنی که شما را اطاعت کنیم نکردیم. واسمع غیر مسمع رائنا می گفتن در حالی که خوب کج می کردن زبانهای خود را، لهجه تحقیر به طرف لهجه تعظیم. لیم به السنتهم، زبانهای خود را کج می کردن. روینو اینطور می کردن. و در حالی که طعنن فی الدین، در دل خود دین را طعنه می زدن. این پیغمبری می بود، ما اینقدر مسخره و شوخیش می کنیم، هیچ چیز متوجه نمیشه. طعنه هم در دین می زدن با خودشان، به قلبشان. اکنون الله تعالی میگه اگر اینها می گفتن سمعنا فقط
و اسینا را نیت نمی کردن و اتانا به جای اسینا می گفتن و اسما فقط شما از ما بشنوید، شما از ما بشنوید و اسما می گفتن، کلمه ذو جهتین غیر مثمر اضافه نمی کردن و به جای رائنا که رائنا زمان کج می کردن بنظرنا می گفتن به جای رائنا، تو لکان خیر لهم برای آنها خیر بود، به اعتبار نفع در حق آنها خیر بود، نفع داشت برای آنها و راستر بود، یعنی سخنی در موقع بود، سخنی بود که به محل بود، راست بود. لیکن لعنت کرده اینها را الله تعالی به سبب کفر که درون اینها رسالت شما را قبول ندارن و این کلمات اهانت آمیز را و کلمات ذو جهتین را اعمال میکنن. اینها را خدا لعنت کرده به سبب کفری که آنها انجام دادن. لذا ثمره لعنت اینه که فلا یؤمنون، اینها در آینده هم ایمان نمیارن الا قلیلا، مگر خیلی کم، همانهایی که این چنین اهانت و سوی ادب در آنها نیست. ورنه اینهایی که شما را اهانت میکنن ما شنیدیم، یعنی معنی اینه شنیدنی که اطاعت باشد نیست، یا وسمه میگن بشنو غیر شنیدنی ها، یعنی همه غیر شنیدن باشن، غیر شنیدنی باشن، غیر مسموع باشن، همه بد باشن. الله سبحانه و تعالی اینها را لعنت کرد که اینها درون به رسالت شما و به فرمایشات شما اعتقاد نداره، اینها را خدا لعنت کرده و ثمره لعنت اینه که لا یؤمنون، اینها ایمان هم نمیارن در آتی مگر خیلی کم و آن همانهایی که اینطوری اطاعت ادب نداشته باشن، اهانت نکرده باشن. ترغیب التوحید با تخلیف دنیوی. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، کسانی که شما کتاب داده شدید، علما یهود نصارا، ایمان بیارید به آن کتابی که ما نازل کرده ایم، چون ما نازل کرده ایم مقتضی ایمان هست و اون کتاب هم تصدیق میکند لما معکم، اون کتاب غیره که شما دارید. این ایمان شما قبل از این باشد که نتنس وجوها، ما چهره ها را صاف کنیم، پس رد کنیم این چهره ها را علی ادبار هم مثل پشت، یعنی قبل از این که شما را مسح کنیم و چهره شما را که چشم دارد، بینی دارد، لب و زبان دارد مثل پشت هموار و صاف کنیم، نه چشمی برای شما بگذاری و نه بینی و نه دهان و دندان. این تهدید بزرگی خدا کرد، بسیاری ها ترسیدن به ایمان آورد. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اون هم من قبل ان نطمس وجوها، قبل از این که صاف کنیم ما چهره ها را و اون چهره ها را مثل پشت برگردانیم، یا کم از کم لعنت کنیم این چهره ها را کما لعنا اصحاب السبت، چنانچه که ما لعنت کردیم صاحبان سبت را، یعنی اینا را میمون و خنزیر کنیم، آنها میمون و خنزیر قرار بدهیم، چنانچه که اصحاب سبت لعنت کردیم. لعنت اصحاب سبت، اصحاب شنبه همونه که اینها میمون شدن، کونو کردتن خاصین. و کان امر الله مفعولا، حکم خدا شدنی حتما راست و صادق واقع میشن. لحظه قبل از این که از این دوتا بلا یکی بر سر شما بیاریم، شما را مسخ کنیم، ظاهرا شما را مسخ کنیم یا طبعا شما را مسخ کنیم، مثل خنزیر بی غیرت کنیم، مثل میمون رکاست کنیم شما. امروز مسخن یهود و نصارا، واقعا اینا مثل خر و الاغ، زن و مرد، اینها اصلا نمیگه که اینها به خدایی و به کتابی و به چیزی اینها اعتقاد چیزی هست. کاملا شرافت انسانی اینها از بین رفته، تا این حد اینها بی غیرت هستند و بی شرافت هستند که زن اینها همینطور بلند میشه میگه خدا حافظ من رفتم دیگه، من با تو ارتباطی نداره، اون همینطور نگاه میکنه، حق نداره دیگه کجا میگی. دخترش حق کذا، خواهرش حق کذا،
جلوی یکدیگر بر یکدیگر تاخت و تاس میکنن و نعوذ بالله انقدر بی حیا که در پارک هم یکدیگر را سوار میشن. این همونه که خدا اینها را میمون کرد، شرافت را از اینها گرفته. خب در بیان زجرات به طرف مقصود اصلی توجه داده شد، همانطوری که واعظین در اثناء سخنرانی به طرف سخن لازمی توجه میدهند. الله تعالی فرمود نجاست شرک را بیان کرد که شرک چنان بلاهی است که الله تعالی قیامت به هیچ عنوان مشرک را نمیبخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. به تحقیق خدا این ثمره شرک سروران گرامی. اکثر بعضی توحید میخوان بیان کنن، این آیه را میخوانند که شرک بخشیدنی نیست. خب بابا این ثمره شرکه. شرک چه نتیجه ای دارد؟ قابل عفو و بخشش نیست. وقتی شرک چیه؟ این شرک نیست. شرک باید توحیدات، عبادت غیر الله یا اعتقاد کردن برای غیر خدا صفاتی را که آن صفات به خدا اختصاص دارد، این شرک است. این ثمره شرک الله تعالی بیان کرد که شرک آنقدر نحوست دارد اینها قیامت به هیچ عنوان بخشیده نمیشد، با وجودی که شما را هم اهانت میکنند شرک هم میکنند. ان الله لا یغفر ان یشرک به. به تحقیق خدا نمیبخشد شرک با خودش را، شراکت با خود، اشراک با خودش را، و میبخشد اون گناهایی که غیر از شرک باشند که برای هر کسی که خدا بخواد. قیامت غیر از شرک و کفر دیگه هر گناه بعد از عذاب یا قبل از عذاب قابل عفو هستند، لیکن شرک و کفر قابل عفو نیست. خدا نجات بده. چرا الله تعالی شرک را نمی بخشد؟ از هیچ مشرکی این گناه را دور نمی کند؟ بخاطر این که هر که با خدا کسی را شریک کرد او افترا کرده، گناه بسیار بزرگی. چرا؟ توهین خداوندی شده، با خدا دیگران را هم صفت و هم مقام دانسته، همانطوری الله را سجده کرده، غیر الله را هم سجده کرده. الله را حاضر و ناظر، دارای قدرت فوق الاسباب دیگران را تصور کرده. الله را این صفات الله خدایی است. لذا مشرک بزرگترین جنایت را انجام میده، او افترا کرده گناه بسیار بزرگی را، به خاطر جرم عظیم قابل ترحم نمی شود. بعد ادامه زجرها در وسط این جمله به اصطلاح مقصودی بود، ولی حضرت تذکر داد که در ضمن که اینها شما را اهانت میکنن، شرک هم میکنن، شرک اینها قابل عفو نیست. زجر دیگر، اینها خود را با وجود شرک، با وجود اهانت پیغمبر خود را محبوب خدا میدانند. الم تر الی الذین یزکون انفسهم. آیا شما نگاه نمی کنید به طرف آنهایی که پاک و صاف معرفی میکنن نفسهای خود را؟ نفسهای خود را پاک و صاف معرفی میکنن، معیوب معرفی نمی کنن. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء. بلکه خدای کریم تزکیه می کند و پاک می کند از گناه، از کفر و شرک هر کس را بخواهد. اونی که از کفر و شرک توبه کند، کفر و شرک را تشخیص بدهد. لذا تا کسی که توی کفر، توی شرک، او تزکیه نمیشه. الله هست که پاک می کند هر کس را که بخواهد. یعنی آنهایی که از کفر و شرک توبه میکنند الله تعالی آنها را پاک میکند. ولا یظلمون فتیلا، و ظلم هم کرده نمیشن اونها یک ذره. فتیل داخل هسته خرما خار باریکی، اون فتیل. پشت هسته خرما پوست نازکی هست، اون قطمیر میگن. پشت هسته خرما یک سوراخی هست، اون میگن نقی. الله تعالی با هیچ انسانی، نه با یهودی نه با نصرانی و نه غیره، یک ذره اونها ظلم کرده نمیشه. لا یظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا به اثما مبینا. شما نگاه کنید پیغمبر، اینها شما را اهانت میکنن، شرک هم میکنن،
بدعات که دیگه حد و مرزی ندارن، باز هم خود را به جهان معرفی میکنن پاک و صاف، نحن ابناء الله و احباب. تمام اولا که اینها بندگان مقرب الهی را به عنوان نائب معرفی کردن، آخر دیدن زمینه همواره، هم خود را به عنوان ولی و نائب معرفی کردن، نحن ابناء الله و احباب. الله تعالی میگه شما نگاه نمیکنید چقدر افترا میکنن بر خدا دروغ، چه دروغهایی را اینها به خدای عزوجل نسبت میدن. واقعا امروز شما اگر نگاه کنید نائبان اینها را چقدر دروغ به خدا نسبت میدن. این حرفش را نه قرآن گفته، نه پیغمبر گفته، نه عقل تاییدش نمیکنه. انواع اقسام دروغ ها را به خدا نسبت میدن. انظر کیف یفترون علی الله الکذب. افترا من دروغ سازیه، لیکن چون کذب تکذیب میکنه، چطور میسازن بر خدا دروغ و به خدا نسبت میدن. و کفا به اثما مبینا، کافی همین افترا برای گناه، برای تهمت زدن بر خدا. ابناء الله خود را میگه، ما به منزله فرزندان خداییم، نعوذ بالله. انظر کیف یفترون علی الله الکذب و کفا به اثما. همین افترا علی الله الکذب برای گناه بس دیگه هیچی نکنه، برای اینها را مستحق جهنم دائمی میکنه. زجر هست. کعب ابن اشرف بعد از اینکه معرکه بدر و احد انجام گرفت، اون رفت و مشرکین تحریک کرد در جنگ احزاب. جنگ احزاب که 12,000 کافر شهر مدینه منوره را محاصره کردند در سنه 4 هجری، 2 هجری بعد، 3 هجری احد، بعد از احد احزاب. این رفت که تمام مشرکین مکه را که دشمنان به اصطلاح میدان درگیر بودند تحریک کرد و آنها دیگه عربها را که در اطراف مکه مکرمه، طائف و غیره بودند، در این مسیر بودند، همه مشرکین را که قبایل مختلفی بودند تحریک کردند و 12,000 لشکر اینها در احزاب جمع کردند و رسول پاک صلی الله علیه وسلم خندق زدند و بعد از خندق دیگه این تحریک کرد و آمد. هنوز اونها نامده بودند که کعب ابن اشرف را الله تعالی رسید کرد به دست شیر مردن، ترورش کردن. تو صحابی رفتن شب و سر شبوریدن دو مهد رسول الله. دیگه کعب ابن اشرف هنوز داغش و چلومش و این چیزهایش تمام نشده بودن که الله تعالی احزابها را شکست داد و پیغمبر را بر بنو قریظه مسلط کرد و بنو قریظه قتل شد. بنو نذیر که جلاوطن شدن، بنو قریظه بود رئیس بنو قریظه. این رفت به مکه با 40 نفر و آنها را تحریک کرد. ابو سفیان گفت چطوره که آمدی الان ما را تحریک میکنی؟ قبل از همین که خود را نبی میداند همین حرف آی نبی را شما میزدید، ما را مشرک هم میگفتی، ما را کافر هم میگفتی. الان چطور شده که میخواهید جبهه متحدی ما با شما تشکیل بدید؟ اینه شما هم جا دادید، در یثرب را شما جا دادید. مردم های شما بودند که مسلمان شدند و او را تایید کردند. خب شما بگید دین ما بهتره یا دین این کسی که خود را نبی میداند یا دین محمد؟ دین شما چیه؟ و خانه کعبه را تعبیر میکنید، ما صله رحمی داریم، ما حاجیان را پذیرایی میکنیم. او چی کار میکنه؟ شما بگید. او دکت رحمی کرده، جنگ میکنه، این خانه کعبه را ویل کرده، انسانها را با هم درگیر کرده. دین شما بگید. شرک خود را ابو سفیان مطرح نکرد که ما این 360 ولی را و 360 مجسمه را سجده میکنیم.
این به ایمان بعض گفتم ما هنوز باور نداریم. اگر شما میگی دین ما خوبه، جبت و طاغوت را بیایید تعظیم کنید. این دو تا بت بودن. در مسئله اله من توضیح دادم که جبت و طاغوت به معانی مختلف می آید، لیکن اینجا دو بت بودن. شیطان در آنها می رفت و همه کلام می کرد. این مولا را برد برای سجده بت. قبلا به ایمان سجده بت را شرک می دانید، لیکن الان که عداوت پیغمبر در قلبش هست سجده هم می کنه. همین الله تعالی اشاره می کنه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. شما نگاه نمی کنه پیغمبر به طرف اون بدبختایی که داده شدن یک سهمی از کتاب، با وجود این ایمان دارن بجه یؤمنون بجه، با وجود این که کتاب اینها داده شده اینها تصدیق میکنن جبت و طاغوت را. اینها نام دو بت بودن. یک معنی جبت و طاغوت بوده، تصدیق میکنن جبت و طاغوت را. شیطان را جبت میگن، طاغوت شیطان هم میگن که در اینها داخل میشد. دو بت مشخص آنها جبت و طاغوت هم بود. و میگوین اناد چقدر للذین کفروا، برای کفار مکه، هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. این مشرکین مکه راه یافته‌ترند از آنهایی که ایمان آوردند. اینها اهدا هستند من الذین آمنوا، از نظر راه اینها بهتر از راه محمد. ثمره این سجده جبت و طاغوت، تصدیق جبت و طاغوت و گفتن که مشرکین و کفار را میگن اهدا من الذین آمنوا سبیلا. ثمرهش چی؟ به اولئک الذین لعنهم الله، اینها را خدا لعنت کرده، حالا زیر لعنت و نفرین الهی قرار داد. و کسی را که خدا لعنت کند، ای پیغمبر شما برای او مددگاری هم نمیدید. ملعون خدا یاری ندارد، لذا شما برای او هم یاری و مددگاری نه در دنیا و نه در آخرت نمیدید. همین بود که دو صحابه مفت او را کشتن و هیچ غلطی هم نکردن. فهمید این هم مولای بود هم سرداری، کعب بن اشرف. همین قرآن میگه اولئک الذین لعنهم الله، و کسی را که خدا لعنت کند شما برای او یاری نمیدید. کشته شد. شبی که در میزدن زنش گفت نرو از این در، من بوی خون احساس میکنم. گفت نه، شرافت اجازه نمیده، شاید از این مردم با من کاری دارن و ما مسافری مهمانی میخوایم در خدمت شما باشیم، از یثرب آمدیم. خب بفرمایید. نشستم و همینی که آمد خود را رسول بوده. البته پیغمبر اجازه گرفتن که شما به ما اجازه بدید ما یک سری کلماتی میگیم اینجا. حالا شما چاره‌ای نداری برای نابودی این، چکار کنیم این از گلوی خود بیاردن؟ خیلی خوشحالی که دشمن پیغمبر آمد، از یثرب آمد. بعد ایران تازه عروسی کرده بود، عطر و گرد و زلفی هم خوب داشت. گفتن خوبه، شما میخواییم ما معالش میکنیم، ما خیلی بلدی مهارت داریم که سر را روغن بزنیم. یا سر من روغن بزن، سر روغن در رفیق خود را گفت که من این کار از اینجا برنامه ریزی کردم که خوب یک مرتبه من سرش معالش میدم این دیگر راحت میشه، من میگیرم مهارش ما سرش دو مطلق بود. سرش بریدم، اونایش ریختم سرش برد قسم الله. همین تعالی میگه اولئک الذین لعنهم الله، خدا اینها را لعنت کرده و لعنت خدا این نتیجه را دارد که من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، هرگز تو برای او یاری نمیبینی، هیچ کس یاری نمیبینی. چرا این یهود و نصارا اینقدر حسادت میکردن که فکر میکردن اگر ما این را نبی قبول کنیم و ایمان بیاریم لحظه کل ریاست رو میرسه، پس این ریاستی که ما بر این ملت داریم از ما گرفته میشه. ریاست، پست، مقام. الله سبحانه و تعالی میگه اینها فکر ریاست دارن، اگر ریاست به اینها برسه اینها کسی را برای خوردن یک دانه نکیر هم نمیدن.
یعنی اندازه همون یک ذره که پشت سوراخ خسته خرما هم به کسی را نمیدن. این عموما معنی میکنن کنجد، اندازه یک ذره کنجدی همین به کسی نمیدن. اگر باشد برای این آسانی از حکومت و ملک و ریاست، فاذن پس در این موقع که اونها ریاست داشته باشند، لا یؤتون الناس نقیرا، هر مکتب اینها اصلا به مردم چی نمیدن، هر چیز هر روز گرانه. از یک قران به 100 قران رسیده، از یک قران به 700 قران چیزها گران شده. این صفت یهودیت است. لا یؤتون الناس نقیرا، اما به معنای بلکه اینها حسادت دارن با مردم، یعنی پیغمبر و صحابه، بر آنچه که خدا عنایت کرده به مردم از فضل خودش، نبوت داده، ریاست داده. الله تعالی میگه این محمد صلی الله علیه وسلم از نسل ابراهیم علیه السلام، ما در طول تاریخ به نسل ابراهیم و حضرت ابراهیم ریاست، نبوت، حکومت دادیم. چرا این حسادت دارن؟ فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. ما دادیم به آل ابراهیم کتاب دادیم، حکمت و دانش و نبوت دادیم، و به آنها ما به آل ابراهیم که رسول الله و صحابه مهاجر از آل ابراهیم هستند، انصار از آل ابراهیم، ما به اینها دادیم، به آل ابراهیم و ابراهیم حکومت‌های عظیم و بزرگ در طول تاریخ. فمنهم من آمن به و منهم من صدق عنه. اگر رسالت شما را نپذیرفتند، شما مغموم نباشید، چون که عادت آنها قدیمیه. از قدیم این یهودی ها یک عده ایمان دار بودند، یک عده بی ایمان و دخبات. پس بعض از اینها کسانی بودند در طول تاریخ ایمان آوردند به ابراهیم و به کتابهای آسمانی، و بعضی آنها بودند که جلوگیری کردند از ایمان بالله و از ایمان به ابراهیم جلوگیری هم کردند. لہذا برای مجازات اینها در آخرت جهنم بسه. کفا به جهنم سعیرا، کافی از جهنم برای سوختن اینها که اینها را بسوزانند. اکنون الله تعالی تهدید میکنه ان الذین کفروا، اونهایی که انکار میکنه آیات ما را، ان قریب ما وارد میکنیم آنها را در جهنم. ما اینها را در جهنم وارد میکنیم که نزدیک همون کعب ابن اشرف را، همه کفار را تحریک کرد بر علیه پیغمبر. الله تعالی را تو آتش جهنم به دست صحابه کرام برد و وارد کرد. اونها که کفر به آیاتنا میکنند، از قریب ما داخل میکنیم آنها را در جهنم. هر زمانی که نضجت جلودهم، میسوزد پوست آنها میسوزد، تو عوض میکنیم، میدهیم ما به آنها پوستی غیر از این پوست. سبحان الله، جهنم اینها را میسوزاند و اینها را پودر میکند، 2 مرتبه گوشت و پوست و استخوان از سر نو درست میشه. چرا اینطور میکنیم؟ لیذوقوا العذاب، حکمت تبدیل جلود غیرها، غیر از اون جلود اولی. جلود معنی پوست جمع جلد، عوض میکنیم ما آنها را پوست دیگری جدیدی میدیم غیر از اون پوست اول، تا بکشند عذاب را. الله تعالی عزیزه، با پوست قبلی هم میتونست بسوزاند و عذاب بده. حکیم هست که پوست اینها را تعریف میکنه. با همون پوست اول و استخوان اول میتونست اینها را مجازات کنه، لیکن حکیمه که پوست آنها را تعریف میکنه. بشارت است فالذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهرة و ندخلهم ظلا ظلیلا. آنها که قوت ایمانیشون و عملیشون درسته، من آنها در باغها داخل میکنیم که از زیر اون باغها نهرها جاری است، همیشه میمانند تو اون باغها. برای آنها تو باغها جفتهای پاکیزه‌ای هستند، هم در نظر صورت هم از نظر سیرت، و آنها را ما داخل میکنیم سایه‌های بسیار گنجا. ذلیلا تاکید بر ذله، یعنی سایه بسیار گنجا، یک ذره آفتاب نیست اونجا.
حالا تا اینجا آیه 57 بیان امور انتظامی رعیتی بود و در پایان زجر و تهدید برای یهود و نصارا. اکنون امور رائی را بیان می‌کنه. الله تعالی میگه شما پست و مقام به کسی بدید که لایق اون پست و مقام، امانات را به اهلش تفویض کنید. شان نزولی برای این آیه بیان میکنند که وقتی پیغمبر علیه السلام بیت را از لوث بتها پاک کرد، داخل میخواست تشریف ببره، کلید را از کلیددار بیت خواستن نداد، خلاصه از او گرفتن به زور. حضرت علی به دست گرفت و قلبش این بود که این کلید دیگه نصیب ما باشد که ما کلیددار خانه کعبه باشیم. یک پستی کلیدداری سقایت الحاد آب دادن، این پستهای بودن که بین قریشی‌ها تقسیم میشد. بعد الله تعالی این آیه را نازل کرد که امانت را به اهلش بده. کلیددار باز پیغمبر گرفتن کلید را و به اون کلیددار اول دادن و اون مشرف به ایمان شد و پیغمبر فرمود خالدتن طالدتن، برای همیشه این کلید با شما باشد. میگن تا امروز هم در نسل این عثمان ابن مظعون تقریبا کلید بر نسل او منتقل شده و الان هم کلیددار همونا در مکه مکرمه. فرمود این کلید را از شما کس نمیگیرد مگر ظالم. در نسل اینها کلید آمده. این خاطر الله تعالی دستور میدهد که هر کس ان الله یامرکم، خدا به شما دستور میدهد که بدهید امانات را به اهلش، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات ها را به اهلش تفویض کنید، پست ها را به اهل پست تفویض کنید. اگر کسی که اهل اون پست نیست بهش پست برسه او خیانت در ادای امانت. این پست ها، ریاست ها، کلیدداری کم از کم یک ریاستی، اینو به اهلش. و اذا حکمتم بین الناس، جز دوم این قانون، وقتی شما حکمیت کردی بین مردم، ان تحکموا بالعدل، خدا به شما دستور میدهد که حکمیت به عدل کنید، رو درواسی و پارتی بازی نکنید، حکمیت به عدل. شما را حکم قرار دادید و اذا حکمتم بین الناس، خدا به شما دستور میدهد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و ان الله یامرکم اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این مفعول برای یامرکم. شما حکمیت کردید، خدا به شما دستور میدهد که حکمیت به عدل کنید. ان الله نعم یعظکم به، به تحقیق الله تعالی خیلی خوب هست آنچه که شما را نصیحت به آن میکند. امانات را به اهل بدید. این ما برای نعمت فاعل هست. نعم در اصل نعم ما، میم را در میم ادغام کردن، نعم ما شد. خیلی خوبه آنچه که نصیحت می کند شما را خدا به آن. خدا چه وعظ کرد، چه نصیحت کرد که امانات را به اهل بدید و وقتی حکمیت کردید حکمیت به عدل، ان تحکموا بالعدل ان الله کان سمیعا بصیرا. بدرستی که الله تعالی هست شنوا، فریاد کنندگان را میشنود، بصیر حال آنها را میداند. لهذا اگر شما امانات را به اهل دادید میبیند و حرفهای شما را میشنود. اگر شما در حکمیت خطا کردید
پارتی و پارتی بازی کردید. الله تعالی مطلع. تشبیه عدل، چطور عدل کنید؟ ان تحکموا بالعدل. خب به آنچه خدا در قرآن گفته و به آنچه رسول الله به شما گفته و آنچه که صاحبان امر شما هستند از اینها اطاعت کنید. این عدله. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اطاعت کنید صاحبان امر را که از شما باشند. خدا را هم اطاعت کنید، رسول را هم اطاعت کنید و صاحبان امر را که از شما هستند اطاعت. سروران گرامی، احکامی که خدا در قرآن عظیم الشان گفته است، اطاعت از این احکام اطاعت الله. احکامی که در حدیث گفته شده، اون احکام را اطاعت کردن اطاعت رسول است. خب اطاعت اولوالامر چیه؟ در اموری که مشروع من الله نیستن، مشروع من الرسول نیستن، صاحبان امر وقتی به شما دستور میده اطاعت کنید. من جمله همین مقررات راهنمایی و رانندگی، اینا که در قرآن نیست، اینا در سنت نیست، لیکن صاحبان امر این مقررات برای نفس، اگر واقعا این مقررات را رعایت نکنن همه در حرج بود. سر چهار را اگر چراغ قرمز و چراغ سبز را رعایت نکنن حرج سنگینی میفته، همه میان گیر میکنن، گیر نمیکنن، خیلی مشکل میشه. پس این چراغ قرمز، چراغ سبز اینه رعایت کنن تا نوبتی بتونن رد بشن، تردد کنن. یا مثلا ایستی که آنجا هست برای نفس این را رعایت کنن. دستور مقررات هست که از جاده قسمت راست شما حرکت کنید، خب برای چپ حق دیگری ضایع. خب این چیزهایی که منصوص من الله منصوص من الرسول نیستن، برای مصالح صاحبان امر وقت دستور میدن انسان اطاعت کنه. یا صاحبان امر تصویب میکنن که ساعت 7 بیایی سر کار، خب این اطاعت، این صاحب امر. حالا یک نادانی بگه مگه خدا گفته یا رسول الله گفته که من ساعت 7 بیایی تا ساعتی هست. خب این گفتن از ساعت 7 تا ساعت 11 برای فهمیدن ما قال الله و ما قال رسول الله. این مقرراتی که خلافه این برای نظم هستند، الله تعالی میگه باید اطاعت کرد. حاکم دستور جنگ میده و جنگ هم حکم خداست، حکم رسوله. خب یک روز دستور جنگه، یک روز دستور صلحه، شما اطاعت کنید در تمام روز. حالا اولوالامر در خانه شوهره، شوهر نیست مادره، حالا باید اطاعت بشه صاحب امر. حضرت ابن عباس فرموده که از اولوالامر مراد علمای امت هست. علمای امت وقتی بر دستورات خدا و رسول آگاهی دارند و یک مسئله ای را آنها میفهمند، عوام که نمیفهمند، شما باید اطاعت کنید از صاحبان امر. اولوالامر حضرت ابن عباس علما را، لیکن اون اولوالامر از شما باشد، گوش و بلر از شما نیست، اینها را نباید اطاعت کنید، اینها شما را کافر میکنند. صاحبان امری که از شما هم و این هم شما بدانید که این صاحبان امر دستوری خلاف خدا و رسول ندارد.
اگر صاحبان امر دستوری دادن که دستور آنها خلاف دستور خدا، دستور آنها خلاف دستور رسول هست، پس اونجا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پیغمبر که خلاف خدا نمی‌کنه. اولوالامر اگر دستوری داد خلاف خدا و رسول، اون اولوالامر هر که باشد اطاعتش لازمی. این مسئله را آیه بعدی میگه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، شما با صاحبان امر اگر اختلافی کردید یا با خودتان اختلافی کردید، حل این اختلاف را رد کنید به طرف خدا و به طرف رسول خدا. به طرف خدا رد کنید یعنی به کتاب خدا رد کنید، به طرف رسول در مدت حیات و بعد به طرف سنت پیغمبر. مسئله بین شما و بین اولوالامر مختلف فیه، یا شما با اولوالامر یا اولوالامر با شما، تو حکم این را به خدا و رسول رد کنید. به خدا ردش کنی یعنی به قرآن، به کتاب خدا، به رسول در حیات و بعد از حیات به سنت رسول. اگر شما واقعا ایمان بالله و الیوم الاخر دارید، ذالک این اطاعت خدا و رسول و اولی الامر و حواله تنازعات الی الکتاب و سنت خیر بهترن در راحت و امن در دنیا بهتر و احسنن از نظر نتیجه در آخرت. تغییر من نتیجه خوبی میده. شما خدا را رسول را اولوالامر را اطاعت کردید و منازعات خود را به خدا و رسول رد کردید که ما تعبیر از شریعت راحت، لحظه برای شما هم در دنیا بهتر است، هم برای شما راحت و امنیت دارد و احسن و تعبیرا و زیباتر است از نظر نتیجه در آخرت. باز زجر بر منافقین آمد. این منافق شان نزول آیه را میگم، بعد ترجمهش میکنم. منافقی با یک یهودی در مسئله اختلاف داشت، میخواستن این اختلاف را به پیغمبر رد کنن. یهودی میگو باید به نبی شما، او با زبان میگو لا اله الا الله محمد رسول الله و نماز هم میخواندو، لیکن درونش نفاق داشت. او میگو که نه، پیش رئیس شما و عالم شما کعب ابن اشرف باید اونجا ببینیم نزدیک، هم عالم شما هم رشتفید شما. یهودی میدانست که کعب ابن اشرف رشوتخواری، حالا چه سرداری باشد، اونم سردار علم داشته باشد و عدالت را رعایت کند که واقعا کم است. منافق به طرف کعب ابن اشرف دعوت میداد که قضیه را میبریم و اختلاف را حل میکنیم. یهودی میگفت نه، کسی که تو نبوتش را قبول کردی من بگو اعتبار دارم. یهودی کاملا میدانست که در مجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدالت، اونجا رو درواسی و رشوت ستانی و خیانت یهودی ها اعتراف داشت، میدانست. آخر به دل ناخواسته رفتم به محضر پیغمبر علیه السلام استماع کرد و دلائل طرفین را شنید و حق از آن یهودی ثابت شد، برای یهودی فرستاد. خلاصه اون که دیگه حرفی جلو نزد، بلند شدن بیرون از منزل پیغمبر، گرفت یهودی را، نباید قضیه را ما به عمر بپیش، پیش عمر بپیش، بابا نبی شما فیصله کرد، گفتن امکان نداره باید بریم اونجا. چون شیر عمر خیلی برای این یهودی ها قلبش پر بود، هر یهودی از نام عمر میترد. ضربه ای که بر پیکر اینها آمده، آخر گفت نه بابا نبی فیصله کرده، نبی شما
نبی من نیست. خب بس تو که میگی برید. رفتم در خانه حضرت در چیه؟ یهودی گفت بله ما با این نزاعی داشتیم، به محضر پیغمبر شما رفت، فیصله شده هنوز ما رو به خانه شما رفت. گفت بله همینطور میگه. گفت ها ما آمدیم شما صلحی در میان ما بگیرید. امروز قضیه حل نمیشن دیگه صلح میکنه، بابا بیا راضی بشی، مقدار تو بیا کوتا صلح میکنه. نه نوبت به قسم یک قاضی آقا گردن کلوب قسم نمیکنه، دعوت به صلحش میکنه. مبرحت سخته. پیغمبر روی حق فیصله کرده. ما آمدیم بین ما یک مصالحتی بشه. گفت پیغمبر فیصله کرده بوهان. گفت کفا دوتاشون 20 من میرم میانم. این دفعه بی شمشیر آمده. اگر مشتی هم میزد حضرت عمر اون مشت موسی میشد و کارش تمام بود. بریم. فیصله عمر بعد از فیصله رسول الله با یک ضربت سرش را از تن جدا کرد. گفت این فیصله عمر بعد از فیصله رسول. شهر مدینه آغاز شد که عمر انسانی کشته ولکن فی القصاص حیات آیه خواندند. مدعی شدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محکوم شد، آیات نازل شدند و خدای عز و جل خوبی داند عمر جان مومنی نکشته کافری کشته. مسئله این است کافر هرچی بکشه. شان نزول این آیات را مفسرین چنین بیان: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آیا نگاه نمی کنی این هم که به ظاهر مسلمانی بود یهودی بود، با کسی که یهودی بود و اظهار ایمان نکرده بود اختلاف داشت. نگاه نمی کنی به طرف آنهایی که فکر می کنند آنها ایمان آوردن به ما انزل الیک و ایمان آوردن به ما انزل من قبلک. با وجود این گمان و ادعای ایمان اراده دارن که فیصله ببرن به طرف طاغوت. کعب ابن اشرف، اینجا طاغوت کی را گفت؟ کعب ابن اشرف. حالانکه اینا امر کرده شده از طرف شریعت غرا که انکار کنند این همه طاغوت را اعتقادا و عملا. حکمیت به طاغوت، حکمیت به بوش و به سازمان ملل کفری نبرند، خود به طاغوت کنند، حاکم خدا را بدانند. و اراده کرده شیطان که گمراه کند اینها را گمراهی بسیار دور از حق. وقتی بیانها گفته می شود تعالوا الی ما انزل الله، بیاید به طرف آنچه خدا نازل کرده، و الی الرسول، به طرف رسول بیاید. یهودی میگه بریم به طرف پیغمبر شما که فیصله کند مطابق قانون خود شما، به ما انزل الله فیصله کند. رأیت المنافقین، تو میبینی منافقا را یصدون عنک صدودا، بند میشوند از فیصله شما، بند شدنی الی غیر کمی برند. نه پیش کعب ابن اشرف میگی یصدون عنک صدودا، خوب بند میشن از شما، بند شدن خیلی. فکیف اکنون همون مسئله قتل کردن فاروق اعظم منافقان. فکیف یصنعون، بعد از کیف یصنعون جلالین مقدر کرد. چطور میکنن اینها وقتی میرسد به آنها مصیبتی قتل از دست فاروق اعظم به سبب اون خطایی که تقدیم کردن دست آنها، تقدیم حکمیت الی غیر رسول کردن. ثم جاءوکا، بعد آمدن در محضر پیغمبر قسم میخورن به خدا، تعبیر منافقین، که ما اراده نداشتیم بالمحاکمت الی غیرک الا احسانا و توفیقا، مگر اراده نیکی بوده، موافقت بوده، یعنی صلح و آشتی مقصد بوده، اعتراض بر فیصله شما نبوده. تردید این تعبیر: اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، اینا کسان هستند الله تعالی میداند نفاق را که در دل اینها. لذا پیغمبر فاعرض عنهم، مصلحتا مؤاخذه نفرما، اینا رو سخت محاکمه نکن، اعراض فرما از این خبیثان.
وعظهم نصیحت هم بکن اینها را علی الدوام به اعتبار منصب رسالت. شما چون منصب رسالت دارید نصیحت هم بکنید و بگید برای اینها فی انفسهم قولا بلیغا، در نفس اینها به خود اینها بگی بابا شما نفاق کردید، حالا منافقی کشته شده دیگه بیشتر جر و بحث نکن. کل فی انفسهم قولا بلیغا خالیا بهم فان النصح فی السر انجا. نصیحت خیرخواهی محرمانه در سر سودمندتر است. اگر کسی شما در جلو نصیحت کنید زیاد سودی پر نداره. نصیحت انصح. خطای اول اینها از اطاعت و فرمان رسول سرپیچی کردن، حالانکه هر رسول مطاع است، هر پیغمبر و دستور پیغمبر دل بخواهی نیست، اگر خواستن بپذیرن و اگر نخواستن نپذیرن، بلکه پیغمبر مطاع است. و ما ارسلنا من رسول، ما نفرستادیم هیچ پیغمبری را الا لیطاع، مگر اطاعت کرده شود. پیغمبر مطاع است. حرف پیغمبر این مخالفت رسول کردن، دل بخواهی نیست. ما نفرستادیم هیچ پیغمبری را مگر برای اینکه اطاعت کرده شود به فرمان خدا. همه از او اطاعت کنند و از زیر بار دستور پیغمبر هیچ کسی بیرون نره. اصلا الله تعالی میگه اول که مخالفت پیغمبر کردن، الان تدارک نمی کنم، مدعی و مخالف حکمیت پیغمبر کشته شده، حالا اینها ادعای قصاص و ادعای شرافت و ادعای نمیدانم چی نمی کنم. اگر این خطای دوم آنها عدم تدارک مخالفت رسول، خطای اول مخالفت رسول کردن، خطای دوم که خطا را الان تدارک نمی کنن. اگر اینها هنگامی که ظلم کردن چطور به تحاکمهم الی الطاغوت، این حکمیت را به طاغوت بردن، کش می کردن، از همون اول به حکمیت پیغمبر راضی نبودن. هنگامی که ظلم کردن یعنی می کشید به طرف طاغوت می برد حکمیت را. اگر اینها می آمدن در حیات شما با ندامت و فاستغفر الله، طلب بخشش می کردن از خدا و بخشش هم می خواست برای آنها پیغمبر بعد از ایمان خالص، تو می یافتن اینا خدا را توبه پذیر و مهربان. الان که اینها حکمیت را پیش طاغوت بردن، فلا و ربک لا یؤمنون، فلا یؤمنون، و به پروردگار تو قسم ای پیغمبر اینها ایمان ندارن، ایماندار نیستن تا زمانی که شما را حاکم قرار ندن در آن مسائلی که مختلف شده بین آنها و بعد نیابند در نفسهای خودشان حرج و تنگی، ذکن و شکن از آنچه که شما فیصله کردید و تسلیم بشوند ظاهرا و باطنا و یسلموا تسلیما. تا اون زمان که اینها به حکمیت شما، ببینید باید هم انسان از فرمان شریعت و قانون خدا احساس تنگی نکنه. لا یجد فی انفسهم حرجا، حرج معنی ذکر و شک و ظاهرا و باطنا تسلیم بشن. تا اون زمان اگر کسی به حکم خدا و پیغمبر تسلیم نشد ظاهرا و باطنا اون مومن نیست. امروز مردم میگن که شریعت سخت، ما به قانون مراجعه میکنیم. این مردم اگر احساس کنن که در شریعت حق آنها سوخت میکند، اینها هنوز ایمان ندارند. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، در مسائل اختلافی شما را حاکم قرار بدن و بعد از حکمیت شما احساس تنگی هم نکنن. لا یجدون فی انفسهم حرجا و یسلموا تسلیما، ظاهرا هم تسلیم به حکمیت شریعت و خدا و پیغمبر باشه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم